مقامات امنیتی در نویه رشت هفته گذشته برای معاین کردن منبع نوار ویدیوی کنسرت در مسجد دیهه نودی چند نفر را مورد بازجویی قرار دادند. روز 24 ایون از بین آنها 4 نفر را رسما برای بازپرسی به شعبه ناحیوی کمیته دولتی امنیت ملی بردند. از این 4 نفر 3 نفر را بعد بازپرسی به شرط بیرون نرفتن از محل زیستشان جواب دادند، ولی یک جوان را که به باوری مقامات ویدیو را شاید او ثبت کرده باشد به حبس گرفتند. مقامات امنیتی همین طور یک چات جوانان محلی را در اینترنت گروه کردند، چون که گمان می رود که ویدیو اول در همین چات پهن گردیده از طریق آن به اینترنت رو یافته است. در آن ویدیو 1 دقیقه‌ای یک نسخه‌اش به اداره پایگاه خبری بامداد نیز رسید. لحظه های کنسرت شب 21 به 22 ایول در مسجد دیهه نودی نویه رشت ثبت شده است. گفته میشد جوانان را در مسجد نودی از شب برای اشتراک در چاره‌بینی‌های سراسری مرز 2021 دعوت کرده بودند و به خاطر آنکه جوانان خانه به خانه پراکنده نشوند برایشان در مسجد دیهه خورد و خوراک و حتی کنسرت و رقص و بازی تشکیل کردند. یادآور میشویم ساعت 4 صبح 22 ایول با فرمان پرزیدنت و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان در سراسر جمهوری 100,000 نفر افسران و سربازان قوه‌های مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در تمام قلمرو مملکت با بانگ خطر جمع آورده شده آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد.